آقا تا حالا گیر این آدما افتادید تا بهشون میگید آقا آخر شبی بعد از ظهر یه 2 ساعتی ما بریم یه تفریح بکنیم، یه گشت و گذاری سینمایی بریم، کنسرتی بریم، خسته شدیم از کار، دادشون میره بالا آقا من سرم شلوغه، کارام مونده، نمیدونم. هر موقع بهشون زنگ میزنی فقط میگن سرمون شلوغه. کسانی که ادعا میکنن سرشان شلوغ است، اغلب کسانی که ادعا میکنن سرشان شلوغ است در واقع با کمبود برنامه‌ریزی و اولویت بندی مواجهند. این آدما برنامه‌ریزی بلد نیستن، اولویت بندی بلد نیستن، یعنی نمیدونن کدوم کارشون مهمه، در صورتی که همه آدما کلا 24 ساعت وقت دارن و اینا هم همینن. چرا اینا باید سرشون شلوغ باشه، همش هم درگیر باشن؟ این افراد به جای اینکه با رویکردی منظم و هدفمند پیش بروند درگیر فعالیت‌هایی میشوند که نتیجه ملموس ندارد و تنها زمان خود را صرف کارهایی میکنند که در نهایت کمترین تاثیر دارند. کارهایی انجام میدن که تاثیرش خیلی کمه یا تاثیری نداره یا تاثیر جزئی داره، بر همین کارهای مهمشون همیشه مونده و همیشه هم میگن آقا ما سرمون شلوغه، همیشه هم از کارشون عقب افتادن و تنها راهش هم اینه که آقا باید برنامه‌ریزی بلد باشی، بعد برنامه‌ریزی باید اولویت بندی بلد باشی که کدوم کارتو اول انجام بدی.